به والله زیاد رفتیم سراغشون، گفتن یارو چسبیده. نرفتیم سراغشون، گفتن طرف خودشو میگیره و عوض شده. زود جوابشونو دادیم، گفتن بیکاره. دیر جوابشونو دادیم، گفتن نمیخواد کاری برامون بکنه. لباس خوب پوشیدیم، گفتن میخواد جلب توجه کنه. ساده پوشیدیم، گفتن کلاس نداره. پول خرج کردیم، گفتن داره پوز میده. پول خرج نکردیم، گفتن خسیسه. از حقمون دفاع کردیم، گفتن داره دعوا درست میکنه. کوتاه اومدیم، گفتن ارزه نداره. این جماعت از هر طرفی بری یه حرفی برات در میاد. نه با خوب بودنت کارشون تموم میشه، نه با بد بودنت کارشون تموم میشه. بذار هر چی دلشون میخواد بگن.